مقامات ملیسای شهر دوشنبه از راه‌اندازی عملیات ویژه تحت نام شرطی ترتیبات شبانه خبر دادند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت تاجیکستان گفت در نتیجه برگزاری سه مرحله عملیات ترتیبات شبانه در عموم 374 حالتهای دغلانه ویران نمودن طلبات‌های قاعده‌های حرکت راه در قسمت شبانه از ساعت 21:00 تا 23:00 آشکار و نسبت رانندگان چاره‌های قانونی و پروفیلاکتیکی اندیشیده شده است. در بین رانندگان بازداشت شده، صاحبان ماشین‌های گرانبها با رقم‌های به اصطلاح کروتای به مثل 10 11 11 44 44 55 55 68 88 67 77 0099 77 70 0020 نیز هستند. بنا به گزارش مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه، در قسمت شبانه ویران کردن ترتیبات قانونگذاری در راه‌های مرکزی پایتخت از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثر آنها گران‌ارزش خارجی میباشند به حرکت بی‌ممانعت شهروندان و دیگر واسطه‌های نقلیات خلل رسانیده باعث کاسته‌گردانی مدنیت شهرداری گردیده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت در جریان عملیات ترتیبات شبانه رانندگان را اساساً برای چنین حالتهای دغلانه ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه منع کردند. توقف در قطار دوم و سوم راه مخصوصاً نزد طربخانه و قهوه‌خانه‌ها، بند نمودن گذرگاه‌های پیاده‌گردان و رعایت نکردن طلبات علامت‌های منع کننده، به نظارت گذاشتن و توقف دور و دراز در داخل و نزد ایستگاه‌ها با صدای بلند گوشخراش یک و یک باره از جای ایست حرکت دادن واسطه نقلیات و نصب دستگاه‌های خودساخت صدا بلند کننده به اجازتنامه سیاه‌شیشه و با رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره کردن واسطه نقلیات، از جمله در نزد طربخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های مروه، بخارا، بهار عجم، صفا، چتیر اوستا، امانجان، سیخ کباب خوجندی، میمانخانه وخش 140 حالت ویران کردن قاعده‌های توقف آشکار گردیده. در جریان عملیات 23 راننده را برای نصب دستگاه‌های خودساخت صدا بلند کننده و با صدای گوشخراش از جای ایستش حرکت دادن ماشین مجازات کردند.